سلام به همه دوستان عزیز. حالا احوالتون چطوره؟ امیدم که لبتون خندون باشه و جیبتون پر بود. امروز میخوام یه کتابی رو براتون بگم که اگه غم دنیا تو دلتون سنگینی کرده یا دنبال حال خوب میگردین باید برید دنبالش. اسمش معجزه شکرگزاری از یه خانم کاردرست به اسم راندا برن هست. پیغام اصلی این کتاب اینه: شکر جادوی زندگیه. آقا خلاصش اینه که شکرگزاری نیروی جادویی داره. درست مثل آهنربا عمل میکنه. هرچی بیشتر شکر کنی کائنات بیشتر نعمت خوبی به سمت تو میده. چراغ این کتاب تو همون جمله روشن میشه که میگه اگه میخوای یه زندگی پرپیمون داشته باشی باید برای همین چیزایی که الان داری قلبی شکرگزار باشی. اگه نباشی مثل اینه که داریم جریان سلامتی، پول، عشق و همه چیزای خوبو قطع میکنیم. فهمیدی؟ یه برنامه 28 روزه از کار آسون نتیجه شگفت. راندا برن اومده یه برنامه 28 روزه بهمون داده که حال زندگیمون رو زیرو رو کنه. این تمرین‌ها خیلی آسونه اما شرطش اینه که هر روز و بدون وقفه انجامشون بدی. مهمترین تمرین‌ها پایه کاره. روز اول نعمتاتو بشمر. صبح که بیدار میشی 10 تا نعمت از توی زندگیت رو مینویسی. حالا خونه باشه یا یه صبحونه گرم یا همین چشمایی که داره میبینه، همین گوشایی که داره میشنوه، لبایی که داره حرف میزنه. بعد که هر 10 تا رو نوشتی یکی یکی با صدای بلند میخونی و از ته دل 3 بار میگی خدایا شکرت و حسش میکنی. این کار تو آخر 28 روز ادامه میدی. مثلا خدایا شکرت بابت سلامتی تنم، شکرت شکرت شکرت. عصا و سنگ شکرگزاری مال روزای بعده. شبا قبل خواب یه سنگ چیزی که دوستش داری بذار زیر بالشت. اسمشو بذار سنگ شکرگزاری. قبل اینکه خوابت ببره به بهترین اتفاق اون روز فکر کن و از ته دل شکر کن. در مورد روابط میگه برای روابط خوبت 3 تا از آدمای زندگی تو که خیلی دوستشون داری و بهت خوبی رسوندن رو انتخاب کن. عکساشون رو بذار جلوت و 5 تا ویژگی خوبشون رو بنویس و برای اون 5 تا ازشون تشکر کن. این کار معجزه میکنه تو روابطت. در مورد معجزه در مورد سلامتی و پول میگه اگه مریض حالی یا دست تنگه به جای غر زدن و نگرانی برای همین قد سلامتی که الان داری باید شکر کنی. برای همین پولی که تا الان داشتی و داری یه یادداشت شکرگزاری بنویس و هر روز بخونش. اینجوری انرژی مثبت پولو میفرستی و پول بیشتر میاد تو زندگیت. ختم کلام. راندا برن میگه شکرگزاری ارتعاش مثبت رو تو وجودت میبره بالا. وقتی مثبت باشی قانون جذب کائنات رو مجبور میکنه که بهترین ها رو بهت بده. حالا اگه یه روز حالت گرفته بود و کم آوردی سریع به چیزایی که داری فکر کن و شکرش کن، چون تا وقتی که شاکر نباشی نمیتونی انتظار چیزای بیشتر و بهتر داشته باشی. شکرگزار باش، چون شکرگزاری جادوی زندگیته. اگه شکر نکنی حتی همون چیزایی که داری هم ازت گرفته میشه. همین الان بلند شو 10 تا از نعمتاتو بنویس رفیق. معطل نکن. حال خوب خودتو بساز. تا پادکست بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه. خیر پیش. من پرستو هستم. همین الان لایک و بکوب و ما رو دنبال کن.